سونا تو باز موبایل مصروف هستی؟ چرا مال کار نمی‌بینی کارتون نیست رفته خانه ببین بخیر امروز مادرم برو کمک کن. کردم در بود ششتم دیگه متکلم. من شو کالاشی میکنم چی میکنم من خب میرم مگه نرم خیر حاضر میشم. برو ای خیلی یک روز نرو برو کالا رو بشور. آن خانه هر دختردار که بری یک نی اونو میکنه. همین ده فتن دنو که چادر خو بسته نیست که بگیره و بتبرد واس کنه گریره. خیر است که دو تا بزنم خوش خبری خود خو میخوایم. نه خوش خبری قسمی نکنی خو میگم بیا که دیگه کارا رو خیلی جور کنیم یا میریسم سه میگی چادر مادر کش نکنی ببین من خوش نسکوب سه چادر فقط ترا مامی خود. مادر تو در گرفتم. انا سوخت در گرفتم. خبرای خوش بیه. خداست که زنگ بیبی جان بگی یک پیاله چای بخور من زنگ زدم مادرم شونه در راست حالا میایم. راست میگی؟ مادرم کدوم گپ زد دلم یک کمک جمع شد. چی میگی؟ چرا وقت نمیگی خیلی شیطان چه زده؟ اینا میال قط کردم زنگ تو بگی یک پیاله چای بخور که مریض استی. خودش گپ زد؟ خودش تو دیگه دست تو ساق. حالا که میرم نه تو کجا میرفتی؟ بگو تو در جای میرفتی یا دیگه جای؟ اوی سلامت تو سی میرفتی نمیشه دختر چی کنم نگو با دل خود خود چی کنم مادر اگر آیا نمیگرفتی چقدر تو سرگردان میشی این مادره که ببر آلبت معلوم جوش ورده از است بگه خود بچه من چای نمیکنم بودم نرسم الله شکر خدا رو شکر که اول خوش آمد خدا هم در کجا باشه بیا بگوی مارزوجاره که در کجا قسمت را بود کجا بود بچه نزدیک یادی گفت نزدیک است میاییم میشه خدا یک نیست در پای سلام مشتوالا داده یه نفر خدا باش که مادرم رو ببینیم بیبی جان دلم دیگه خودشون دیگه خدا حتما جور از حتما به خاطر گفته که من تشویش نکنم بریم مادر جان ای خدا دختر خوب است که خوب شدی مادر یعنی شناخت چقدر خوب چیز از دخترم یعنی میگه از خاطر خود چقدر انسانیت کردن دکترها زنده باشه چقدر مهربان بودن این دکتر سلامت باشه مادر جان تو کار اگه نه کور میشدم بچه خدا نکنم مادر جان خوبش میگه که تاینک خوبش میگه برای بیش دختر ای دختر که در وقتا مذاق میکنه نه و بابام بازی بیار آستا مادر جان باشیم شکر که بخیر آمدید. زنده باشی بابا جان مام دل ما جمع شد دل پدر مادرت هم جمع شد میگه خدا مهربان است. بچه جان بیبی جان یک گپ دیگه یادم آمد خب همی کل جای آواز است کنم و سلیم شاین میگم سختی مغزی کده بچیم یک ریکشاگه که کرا میگرفتیم میرفت یک دفعه دیدن از همو چقدر فیلمکای خوبش خنده‌دار بسات میکنه اقا خوشم میاد مثل بیادر از دورای شما بیبی جان جان خوشت میاد بچه دیدم مام در اینترنت ها دیدیم بیبی جان نمونه پیشه مفاق ما بخاطر مام زیاد جگر خون شدم باز ما داده گاش هستیم بیبی جان بسیار دور است از ما بچیم لوجا خاطر نیست که علا پاسپورت چه بلاس از بگی ویزا بگی دیگه بگی خود
یک ریکشاگک میششتی میرفتی در مملکت دیگه یک دفعه اول هم بیچاره را میگرفتی یک نمره تلفنش هم میآوردی برم که تلفنی کهش گپ میزدم که بیچاره الان اکا یک دوستش دارم بسیار دوستش دارم بچه آلو خال جان تو چرا قدر ساده هستی؟ چرا قدر ساده هستی؟ چرا؟ او خو کابل شهر کابل نیست که از اینجا رکشاوه که بگیره ببره تا دیمزنگ یا تا کارت نو اوجا پاساپورت دیده میشه ویزا میگیری بیادر بسیار زیاده جنجال از بیبی جان دوجه اونجا آسان نیست تو هرچی که تو را بگویم مید کلی حالا تو سلیم مغز شاید نداره حدیث تشویش هم این مشکلات بیچاره اون سرش حمله آمده وضعیت خراب شده وی ناجور کور از شده. این شوام اما اگر قدوس ندیشتی دارم که چیزی شم داشته باشه. کاش مسافر است. امیار خود کورا میمان میفتم اینمی لالایم است لالایم خیر ببینید خب همین چیه که دم نکشم بار نزنم میکنم او جور شده خیر ببینید تشکر سلامت باشه گوش که همی مسئله چی راستی یادم رفت که رفتی بخیر خواستگاری اونو مسئله هیچ یاد بیاد نکردی نگفتی که چی کردیم چی نکردیم رفتیم اون دو سه دفعه رفتیم اومدم که ما شما خود گفتیم مادرتون گفت خودتون که دختر کلان شد دل ما هم دختر کلان بوده که رفتیم و دختر کلانش ما را که دید فقط بگی که کس قرضدار خود بینه یک رقم سرش بد میخورد که چرا یا خواستگار ما بیخی از پیش ما خیس رفت دیگه تا بالا گفتیم مادرش هم گفت که نه علی خوشم به خاطر چی که دختر منقضی پدرش بد معلوم است نه که بیچاره را ایلا کرده در خوردی و زیاد مشکلات یاد دیده دلش بیخی از شوی گرفتن سیاست خورشید بله ملک بیار پیالا را بیار که بشیم باش میارم ملکه جان آل دروازه رو موز بند بیبی میگه شمال میگه خیر استاد بیا دستت که بند باشه خود 4 دست خو نداری ممکن پایین زمین میشه اینقدر هم میده او گرم آوردم از چری ایره فکر کنم بیبی می رقم چینده فقط بیبی خودتش از همه کارهای ازی خوب میگه خیلی پاکش تشید رو جپان نکنش خب حتما استفاده نشده تا هم دیگه سر بیبی نگو خیر است خیر است اگه نشدم پس سر میشویمش خوب خورد سپرت دوارم بیبی میشان خوچی است نه که ببینه 4 طرفش پاک است پس رو سر چپه میکنه باز از من خودتم است میفهم که کلش پس سر میشویم آما بیبی این مسئله خواستگاری لالایم چطور شد؟ مسئله خواستگاری لالایت خود تا حالا متمانده دیگه چی بفهم ای هم دختر کلانش گفتن دکتر هستنه چقدر خوب اگه اونشا آخه خوارتم هم دکترش فهمیدم است نسبت به دیگاش که ما شما اون سم گرفته اون سم داره تو خوشت میایه نه دیگه شو قیگه است که کتا میشه نه کلش یک جای نمون کلش یک جای نمون نمیتونی باز رقم باششته دیگه مو رقم که باز بیبی مانده گلاسای پاکه که بوشی خود دیگه میشه اگه بودنش دیگه جور خو نبردم خدا کنه کم ساخته باشه خدا کنه رویش نباشه خدا کنه رویش نباشه که دختر مقبول و نظر شد چه بلا میاد کدام میاد چقدر دختر مقبول داری الان چقدر مادرت مقبول است همین نظر مردم رو به خدا میکنه اینا میرم که اگر اکثر واسه خوبش نکنه اما تو خرندی بگد با لکش طاقت نمیکنه لک خدا میزنه جوانم بدون سروازه خوبش است مادر بازی که یکمک خدا یک دقیقه سایه مادر سر مکرم نکنه بیبی جان نه دمر رسان خدا نگاه کرد دیگه اگه تو نمی بودی سال بابا خیر یک چند روز بعد خوب میشه می زخمیایش مادر جان امیال کس فکر میکنه دختر فیلم هستی مادر جان چرا بشی با این تو دی وقت می مذاق داره دختر تو فیلم شدی دختر فیلم شدی آن مادر ما خزان مقبول بود دلب گور رساندیم حال میگه که مادر مقبول خیر مادر جان بگم زخمک خوب چه پس دیگه خوب استی بیا باید دیدی نام خود قدر بیزت داشته شفاخانه آخ دختر است دختران کتش استا لطف خوش میکرد شما هستین دیگه حالا بریم چند لقد بکش مادر جان ای خدا تو خونه کست در بدر شدم شما تو سوزش کنم نکش مادر جان ما مطمئن نکرد نه نکش دکتر گفت نکش تنگی میکنه بکشی ما مختار نیستم دلم تنگی میکنه اصلا خیر مادر جان ای خدا اما خیر نکن نشکنه دختر نمیشکنه بیا یک جا بریم بیا این خانه میشین بیا خانه گرم است همینجا بریم بی مادر جان دختر محمد مادر جان شکر کاملی مادر
نه دستم دختر مادر چه جون کنی خوب هستی؟ بستم روی تو سوخ شدی گپ ندارم مادر سوق برو خیر بیا پیشی که مادر حالا تو چرا بیتیوتی میکنی و سر دختران کار کنی؟ مادر حالا چه قسم تو شدی؟ دختر نمیفهمیم اینجا خور طرف شفاخانه میرفت دیگه من رفتم گفتم بگیرم چیز کنم دقیقه دیگه بخورم گازم روشن کم یک لمبه کد اوی لا تو به بگیر زیدی ها هجر چیزی هست چی کردیم مادر؟ نه نرفتی یک دفعه اونجا؟ کجا؟ خانه زمان شد نمیری؟ نه خانه شد من چرا نمیری حالا؟ با شما غریب هستیم غریبانش کس نمیشناسه جان مادر فهمیدی؟ غریبان هیچ کس بچه نمیشناسه هیچ کس کل پشت پیسه دارا میگردن از ماشومان قدر بیده است و این قدر بلند است با خودی چی پیسه دار هستن ماشومان غریب هستی و آدم غریب که بود آسینش که کنه بود چی میگه بخیر دانه که دروازه بشی من جمعو هست باستموت میریم پراو بخوریم چی میتونی کشش نگه میرفتی حال خود زنده هست نه میرم بچیم حالا برو چی برادر است کجای تا خوش ندارم اونمون خانه دارم خوش خسایی است خوش ندارم و پیسه دار ما غریب وقتی که غریب کردی پیسه دار جور نمیه دیگه این من جور کشون نمیه بخاطر که من چند نفر رفتم خانهشم خوب مزدار طرف بابی خیانه خود دخترها میمان طرف من نقش یک زیخ بیروغن می آورد این دوستش داشت یادم از بیبی جان این کلولگک کار میکرد که دختره کار میکرد تو خوش داشتم نقشه کایش خدا عمر خدره نصیبش بگردم من میگم بیبی جان ما که میامدیم پیش بسیار میگیستی بر مده و سیدیا فیلم ها را بیارین فیلم های درمندر افغانستان یادم اخه نرفت بیبی جان میام تو شوقیش بودی نه بچیم دوری جوانی بود این شوجمه دیگه شوجمه فیلم ایندی میمان باز در تلویزیون باز قرار سیل میکردیم جوانی تام چندان جوانی نداشتی خود نه دل مرا میکنی خوارم لالا جان چه باشگمش کن تو خیرمت گفته شد که بخنده قیناری صفحه چیزی زن نیافتی من تو برا خوار داشته باشم کلگی نامزاد کردی وقتی کلگی خواستگاری رفتی یک بیادرت این تو تنها مونده مزن داشتم بابا تو غم من نخوردی نه لالا جان چرت نزن تشویش نکن بخی نواسی مکن نامزاد کردم شیرنی شکا آوردم بخی باستو را پشت غمت تو را میخورم ما مادر جواب تراش کردیم گفتیم نشد آنم مادرش میگه که نه اینا میگیره دیگه باز مادر گفت خیلی دومکی تبتی برم مادر اوبای جان نه والا خوب است من به خاطر از این میگفتم مادر اوبای جان که یک دختر بسیار تحصیل کرده است والا نه دیگه هر کسی که پشت خواستگار بری اول میگه نه و نو تو رو گپا کمک پافشاری میکردیم کوشش میکردیم من مادرم هم گفتم دمی تو سه دفعه که رفتیم باور گفتیم مادر تا میاد که امام هیچ قطعا دختر رضایت نشان نداد دیگه بزرگ نمیشه بزرگ دیگه کار بجردن من از خاطر میگفتم که شکر بر یعنی اوبای جانم تحصیل کرده است او دخترم تحصیل کرده بسیار فامیده دختر است من با فشاری من به خاطر از این است که او بسیار فامیده است اگر دخترکاش کلش شکر کلش خوب است خب منتها دیگه باز خیر نظر مادرم من نظر مادر دیگه دید که او را مادرش پس کشا کرد گفت نه نمیتونه رو هیچ نه ارسی میکنه نه خوش را نه دخترم خودش هم قبول نکرد باز مادرتون دیگه چی کرد دستارم دومکش من گفتم دومکم مقبوله که چشم کلان تو دیگه شد خیر است که پاک کنم از دل آدم باز پاک میشن راجع به جایی که خواستگاری رفتن نیاد کردیم توکل به خدا ما مادرم شناختم کلانم زیاد تعریف کردم اینه کلانش شما هم اومده خب که دکترم از باز سر از اون درس تحصیل کرده و هیچ مهر محبتی نیستن قضیاتی دیگهش خب خیر گناهشان هم نیست کس پدر خیر نبینه یپ نیست خوارکم خیلی وقت میشه از وقتی که پدرش از پیش از یا رفته یا خود حالا مهر محبت دیگه کسی قبول میکنه دیگه او از بابی خود مهر محبت ندیده ها خب از همون خاطر از که مهر شده خوارکم نه خب من گناهشون نمیگیرم خب باز هم قدر دیگه آدم نمیکنه خب یک دفعه که ما یک خویشاوندی کنیم همراهشان خویش شویم باز انشالله که خوب میشه دیگه اون دومیش زیاد توتیسته
اگر چه ما شما هیچ کت آدم نمیشینه میفهمی کوکی است از چرا نه دیجدر محفل یانم تو میکنه پوزک خود بالا گرفته سبرو خیر است که مهر شده مهر شده باز فرق ما وضع چی شود نفهم که نمی دختر آسانات باز اعلام مانده بود چه رقم گاز اعلام کردگی بازم دیگه کار دیگه نفهمیدم هم یکی روی ماما تاقش ما کجا خانه بودم؟ ما هم دیگه اتاق نبودم خیلی گازه که روشن کرده باز خیر بینم مادر جان تو چی وقت آمدی؟ تو چه ماشو دختر شما چرا خیلی بیتیاتی میکنی نه؟ بینی فکرم چرا گاز قیطه میکنی؟ اگر خود جل میگیره با من دادا میتونستی و قرص سرت گاز تخته میکنی ببینید چی میگونی؟ ما این مادر کدش از خانه نکار پشته که مالانی وار مالا میشه سکن خندی نکاستن هر چیزی مزاق نمیره یا نکرده مادر ما چیز میشد بود تو سکتی چی کنی توی باز مادر ما باز ببین خیر از خودش رفته کرد از اینی کالا شب خانه داخل شب خانه گرد میگرد کتکالای زری خود مردم کلگی طرف از این سعی داره فقط دارسی آمده باشه مارک سره توی رفتم چپا نیفتم تیز کرد برد مادر باشه ما غیر کار خوب میپوشی یه چپن کار خوب بلی که بیچاره ده یادم چند بیعقلی نمیونده پای لا نیمونده او صد که اگه آدم دولده چی شده که از کجا برد نه خراب باشه عزت مهم است این بیرون یک نفر میبینید چرا باز در موتر رفتیم اومده امی وظیفه خوب چیز است سعی کار سلما جان همین نمیشه خیر بینه مجرده که در شب خانه رسانده من امی گفت مادر بس همی دکترها وای نوینده میدونم 4 بغلم جمع شدن گردم جمع شدن دیسی من غریب هستم من ندارم چیز از اون خاطر من گوش رد شده بودن راسته دیگه یه روز سر دوید سر حال میرفتی یک دفعه میرفتی نمیشه بچه نمیشه بمشکل باز نمیتونم کور شدم دلش مرا نفسش کور شدم نقصهش نباش میرفتی یک دفعه نقصهش نباش مشکل هر شام جگرخون دختر جگرخون است مهم درستش هم نشد تاکیده سوخته هر وقت وانمت میکنه دمی قصهش نباش فهمیدی؟ هر وقت وانمت میکنه یادم نمیکنن بگه کجا پتون از سوال خودم نفس شدم مادر جا علیکم مادر میرخم شدم مادر جا بگی از شانه ما بگی بگی جایی بیشی بگی از شانه اشاره تو چرا بگیره من از مای بگو اینجا بیشی مشیشتن یاد رد تو شاندن یاد ندی منجا برو پیزن مامای چشمای امی دختر از کجا احترام یاد دارم این دکتر کسی هیچ اگر احترام هیچ یاد ندارم دارم در شنگ دگه و دگه چرا مادرم برا بان نسوار آوردی؟ ای والا مادر دمی پس پیری کرم یک ارسی برد نکنم دیگه دستم از گور بالا میمونه مام دمی فکر هستم که مام ریسپیت شدیم یک جوری ناجوری دارم یک مارم داشته باشم یک پیر برابر سن سالت پیدا میکنم که کلا لرزانکی یک کلا لرزانکو احترام نکو بابا جان نیت چیه یک 20 ساله یا 22 سالم باشه خیره الو یه تو نیکی کلمه را تو پیج برتو ما بخید موره لالو بگویم لالا چند گمش که زنده باشی هیچ از این مذاقایت نماندی گمش اصل نیت از اون بابا جان همیز که سلیم شوی نزیر چشم کرده خواه امور بچه فلمه بهنش بگیریم همتا نیست نه ما او را بیادر گفتیم بچه ما لالای ما رسته بیادرک نمیشه کاره همتا نیست بابا نه یک خوازار بتون بیبی پیشین چیزام نیست که در فرق میزنم بچه آزار میتون بیبی جان بچه راستی واقعیت همی سلیم شاهین جان دوست دارم ایواش توکل به خدا بریم چی میگم پناه به خدا گرچه که بدون رضای پروردگار برگ از درخت نرفته خب خیر هرچی خیر باشه هرچی که رضا باشه هرچی قسمت ما غلط به خاطر از این فامیلگی از این دختر میگفتم که زندگی ما هم خوش بودم دارم بچه جور میشه نه تو خودش تو دیگه نمیفهم دیگه جالب است چرا این دختر چرا پاسداری میکنه حالا ایت نمیفهم چرا گفتم بکنم تزیق پدرشون این فامیل شاور و فامیل پراخیل بیخی دیگه تا است که دلش بیخی سیاست ای ما دیدی تا که رفت هیچ پشمانه شیش رفت قرار ماشیم داشت پس خانه بود کجا گم شد بیخی هر چی رضای خدا باشه توکل به خدا اون تا دختره که دیگه شان بد نیست ما دخترکاش دیدیم کلش بسیار فامیده بسیار با اخلاق اما ما بس خاطر نمی دکتری و تحصیل کردگی از این میگفتم که اگه شوه میشوه خب هر چی خیر باشه
باش ما برم خیلی این ترموز به چای خوره نه بعضی گفت برگم مشکمی رو باز سر دم کو یک چای تازه دم کو گرچه کمی هم چای خوب شه تا یک تازه دم کو قسمت تقدیر آدم گفتن هم میکنه خیلی سلمان جان شما تشویش نکنید همین دکترها صاف همین چشمای من رو معاینه کرد و دیستیگلوگنه شکر در چشمای صدمه نرسید در پوست روی که پوست چشمای که همین ابراج سوختی دیگه دیستی پاسمان کردن دوا زدن دیگه یک قدر گفتم یک انسانیت کردن این دکترها یعنی تحصیل کردن این خواندن چقدر فایده داره چطوره؟ سعی که اینو به خاطر اینمی نواسط اینمی سلمان جان یک قلب عزت مرا کردن که چی بگویی گرد کردم دوا کنم میخوردن اینه سرازی سعی که تو تمام روز بشی تلفن کار که تمام روز چه شد؟ اونده به سواد به سواد اینم تو برای ما مادر تو خود من رو بیخی کفاندی خدا نکنه دیگر رو بیخی خون کنم امی در خانه میده سپایم خوشماد و تاسین بچیم یعنی تو نبودی خانه بیبید رفت یعنی روی مسوخ مادر میشه تاسین مادر ما چی کریم خیلی سرما میکنیم خب گاز توی لاکدی اون بیکاره من باز میفهم عقدم میکنم امیدی که دختر من تو سر که تو این نام خدا ولی ولی چجور کنی ماجر کور میشه تو میکنی راست میگه نمیشه بیخی مقبول ما نه بیکار میشه تو میکنی ای خدا چشمش خوردم من دور پیش تو خنده میکنم اینجاش چیار شده دیگه ترمسا بچیم دیگه نفهمیدم که مادر شب تا صبح دلم نارام بوده که من میکنم کلانگرد میشه کاش یک نمیرفتم نه خب کنه دخترم که رفتیم ما در آزنگره زدیم ما داودی در آمدیم اون اول داده دیوانه دیگه کل دیوانه رو گیر آمدیم بقرار این دختر شلک ما میرم کجا میدی تو سبوری چی به هم خراب شد این دختران نفسش در نفس ما مادر یک دقیقه تو نباشی دل ما میکفه تو بس کسی خداوند 1000 سال عمر بده به خدا دخترم به خدا که نباشی خانه و جای به ما میم خیمه را میخوره باز چی میگی من غیر بیرون اینجا گفتم بیرون آب خوب است از خود ای ذره کتگاب بزنم هی ما پیشروی مادرم چیز نمیگم خودت میفهمی خوب سعی خودت تیرت میاری داخل چی کردیم باز؟ برای چیز از خاطر تو بود اگه تو از فکرت میگرفتی همونجا گمره مادرم میخزی کمک میکردی تو نمیشد ما خود روان مانده بود با هیچ فکرم نیست که ما دیگ نکرده بود ما اون شوق چی رفته بود آرزو سعیست از چه فتر روشن بود من چه میگم من چی خبر دارم خدا چه صبح حتما تو روشنش کردی من خو نبودم ما در اتاق خود بودم خود سرم قشیمه ندارم من سعی قایم کردم دیگه خدا توبه خوب گپار خیره از این بعد متوجه می باشی خوب است که بیبی محمد یک ذره متوجه مادرم می باشه من مجبور هستم که برم وظیفه اگر من خودم میبودم به شما نمیماندم مادر بیچاره من همین ما پیش روی مادرم نمیگم من خودم یک دکتر هستم میفهم مادرم خیلی درد دارم یاله پیش روی شما هم چیز نمیگه همون من اسرار میگم مادر این قیات مادر روز تا دیگر نمیشه جان مادر یک ذره بر من اسرار خوبش بیار نسوار چی برم بیار زنبورک کجا هم دختر از او خود چه پیسه اگر داره هر چیز دارن بر خود دارن دیگه نمیشه که مادرم بره پیش بانک و پیش زیاد بره از پیش دکتر دیروز آمد کل گرفتم ندی مادر جان بانک و نمیره ما بچه پیسه داره استن پیسه داره آقا شما گفت نمیره گفشان نمیه جان مادر پیسه بر خود دارن مگه پیسه نداریم گل مادر عزت دارم عزت و آوار نیستم شگفت نگرد روم عزت که داری یک دفعه حالا ما مادرم پیشه اینو اینجا برو من با پیشه با بیزت شوم خوشگه بیام کلانش خوب از خدا کنشه میشه یک چند دفعه دیگه برای بیبی که میته باز یا نه همین جای نشانی نه او گفتم من هیچ شویی نمیکنم چی؟ از طوری سیر بابش بخی شویی بدش آمده کل دختر رو ناز میکنه نه او را مادرش گفته که میگه که من هیچ عمرم شویی نمیکنم میکنه چطور نمیکنه بان که بگویم حتما پرسانش کرده کارسی میکنی یا نه گفته نه و هم دیگه هم گپشه باور کرده اون مرغا میگه که برتون میته شما گفت نگه این پسمانده من یه اوستو مندازم اوست که انداختمش من دیگه ایده سیز خیلی من رفتم داخل دیگه چون بیا در این مورد باز که مادرم گپ میزنیم خوب سیز ما همه انگشترمون بگیریم که جانان
یک بچه فیلم هندی بود نام از قیس بود، لیلی مجنون نامش قیس بود. باز نام از سلیم شاهین هم قیس بود. باز ما میگفتم ما طرف قیس جان میگم. یک دفعه لالایت رفته بود نمره تلفنش بر ما آورده بود. باز گفتم لالا سلیم شاهین ما قیس جان میگم ما خوارت هستم. این قخا شد که این حالا اگر نمره که تلفنش می بود حالا برش زنگ میزم میسته من خوارت هستم که یک دفعه زنگ زده بودم. برو شکر که همه جور شدی بلا بود برکتش نید. با من فکر داره که یک دفعه تو زنگ داده بودی ما که 7 سال پیش 8 سال 10 سال 12 سال پیش خلاص دیگه تو من پیتر که گفتم کلیت بودنه واره این کسه هستم و مغز نداری. شکر که از قدم نیک تو امروز هفتویام شدک. آخر می زودتر مامونی داره پیشو بریم. خدا مهربانه تو رو که زمستان است یکان برف بارش نشه دل ما جمع شد و بخیر نمی کل گپ دنیم. سلما جان زنده باشه خو میره در کار و در وظیفه خود میره که میای امانه کتان دست پیشی میکنه. تو سکی نمی بلاگردان نمیخوانه او خود دیگه این لدیره است از کار خدا نیست. گپ باشه که بر رس ماشین واری گفته برای خلاص دیگه بند نمیفته دخترم دیگه هیچ وقت تنها نمیمونم تا جای میمونی هم نمیرم. نه دخترم نمیره مادر دیگه یک دفعه آدم تو مشهر خود دیگه فکر ما میگیرم من برو میبینم اول که گاز باشه گاز اول سعی میکن گاز باشه در نمیتون بچه ما برو مادر جان خیلی جای تا جور کنیم یک چند دقیقه سر تبان سایز بچه سایز دختر قردم دوا چیز خدا دیده دوا دادیم یک کلا دوا دادیم داد سکال ما بیار بچه ما دوای ما بریم جای تا جور کنیم ابو دوای ما بیار بچه ما دوای ما بیارم دوای ما بیار مادر جان تو چطور خوب خدا رو شکر تو فرد صد سلامت ولی خدا رو شکر بچه می کفگیر الوا نان هر چیز برای خدا کنه سر اما دستار ما بیار دخترم گولیه من زرد بیار تیرش دورا جان چشمکاش کل میشه خاک دادان چی میکردم خیرت تخم چشم دمی موندی مادر؟ آه نه مادر دوام برام دادیم همون جه صاف گولی برام داد که دیگه بخور اینا موضوع شما هست رسی خیلی رو دوا و گولی رو داد این میتوان که با شما جگرخون نشه شما را سعی کنین که دقیقه مادرم نیستین. برو تو خستی حالا صحیح است من میگم من میفهمم دکتر است من مادرم بسیار زیاد درد داره خو نمیگه به کس میگم که اولادم جگرخون نشه به خاطر که پدر بالای سر ما نیست میگم که من مریض شوم گفتم کی من میبره شفاخانه میگم که بگم که من درد ندارم خوب شدم اگر میره ابرو میشه خودت میسه بویت نم تو کبوت میشه تو خودت چی درد میداشتی او دیگه بچه مربوط نمیشه به واسه تو نمانی میفهمی میخواد خودت میبودی بجای مادر میگه خودت چیکو اگه خودت نموجه میبودی بجای مادر حالا کدام حالات بدروادار مادر خست ما بسیط کردی نه باز او رو نمیگم بازت کردی تو متوجه رفتارت باش همراه مادرم زبان بازی میکنی هر چیز دنیا که باشه تو مادر باید چقدر انسان همراه مادر خود مهربان باشه چقدر شیرین زبان باشه تو همراه مادرم زبان بازی میکنی همراه بیم زبان بازی میکنی تو که خالی مدت شیرین زبان از بس خامره من تو این زبان بازی داری تو سکه میره گپ زدن تو را ما خور کلان دستا چرا بیز یک چلچای دخترش به من نمیاره که شما غریب هستین یا نه برای کل اگه میره چاکلیت میاره برای من شون یکای سخت میاره روز دادان خود نزل یک ما واو نمیشه برای خوردن نمیری بازی که برو یا من بابا چم نسوان زنبولک بیری سعیز نه دیگه من نمیرم نه گمش کو ما مردم در تو گپا چقدر است یک چاری نه یک بخاری نه یک چیز نه یک خمازه او باشد خوب جای گیر کرده چه خوب جای یک هفته و شیشته یک مرسم دیگه که باش که یک نسوار باز دیم که دختر بسیار فر گفت اون اصلا کیفیت نسوار دارد دست میفهمم هر کی از خود اگر قیمت داره بر خود داره ای خود نیست که او پیسه داره از من غریب هستم غریبا که غریبا پیسه داره که پیسه داره چکرین کسره جمع مرده باشه سر صدا خود زیاد است دیگه آن غال مغال خود زیاد است آزو جان چی شدی گفته من قیقم بر مادر جانت نه؟ خدا ما بگی میگم اول سرمان
خداوند بکشه. مردم میگن چه قیلان میکنم بیچارا فکرتان در گاز بگیرین مگم لواسای ما دختر ما هیچ باز گوش هسته گازیلا رفته در آمده بود پرده زده واسه آشپزخانه و بس مادر کمی چادرم کالایم در من تو میای که آواز میده کنی در میگیره درم گرفتم بخیرش گاز کسی که بلاست کارش یاد کنه بده با کلش پشت بخو نقص نکنه می نمیکنه پشت نمیکنه یه خروار دارم بیخی دلم اگر زیاد در پیش بید میبینه نکنه بچه حلاش کن یک ذره ادب و تربیه خوب است. از تو که بخوام آرزو خوب است، آرزو خوردم از بازم از تو که اذیت میفهمم. بیچاره ما با جگر خون کردیم. یک شیخانه ببین نرفت اینقدر جنجال پیش شد. اگر مسئولیت کار آرزو رو تو خودت میگرفتی امروز تو نمیشد. تو میخواستی خودت دیگ میکردی، خودت کاسه میکردی، مادر نمیرفت آشپزخانه. تو هم سوال جواب میکنی، حالا خود بگو خلاصه درد دلت چی است؟ درد دل من است که متوجه رفتارت باشه. همراه مادرم، همراه من، حتی همراه آرزو. همراه بیبیم خب بخی هیچ گپ نمیزنی، بخاطر کلان است. سرش بد میخوره گپ. بیبیم چی گفتی؟ می چیز نفتیم، چرا تو زبان بازی میکردی؟ نکردیم زبان بازی. خود دیگه چیزا زبان دیگه در کار خانه خازی بود متوجه باشی، بخاطر آرزو متوجه مادر میباشی، تو متوجه کار خانه باشی، جمع جوری میکنی، دیگ میکنی، کل چیزا میکنی، ما شب خانه میرم. اما خیلی گپ نبود خلاص. من رفتم دیگه کیج خونه کس. خدمتکار هستم تو عروس بابانی شب خانه. است دیگه خدمتکار. خدا جور کو خیر در درست خدمتکار خدا جور کو. برو تو در شب خانه ساعت دلت جان مرا میکشه. سر چوا. الو شکر در سرت بچیم، شکر در سرت. او دختر نازم شکر که همیشه ماستین که ماستین به خدا. یا های ماما ما گفتم مامور بهدر یعنی خب سعی کنم مادر من خب خوشوام به جای مادر است که من مادر میگم خانمون دیگه شکر هم به جای مادرم است. ما بخی عادت کردیم که مادر میگمش دیگه او را روان کردیم به خاطر اونمون دختر. گفتم بیادر تو هم پایت پیش بر، تو هم خانم یک رول داری، تو هم شکر همونجا شکر قدر عزت تاز در مخانه. نشان بده که خوارم یا نشان بده. یک دقیقه قول میرم دیگه چی بودی؟ از کجا کردی گوشت حلقه پس نداری تو خود. تبکل که کاری تلان که آسنا تو باز اینجا چی میکنی؟ تو باش سلما جان ما خودمون پاسمان میکنم. مادر تو کی است؟ مادر ماما. اینقدر سلما رو دوست دارم، کاراش که چی بگویی. من سلما جان بسیار اخلاق خوب داره دخترم، بسیار دختر لایق هست.